این 4 تا رو همتون میشناسین، اسم کارتونش هم توپلو هاست. قراره چیزایی راجبشون بهت بگم که وحشت زدتون میکنه. من آلیتا هستم، خوشحال میشم منو سابسکرایب کنی. برگرفته از 4 بچه زر کشیده هستن که در دهه 50 در یک بیمارستان روانی در بلغارستان از دنیا رفتن. رنگ زرد، بچه‌ای که روحیه خوبی داشت، وقت می‌خواست برسه و شادی کنه، برای همین خیلی زیاد خندید و خنده‌های اون پرستارا رو می‌ترسوند و حتی پرستارا تصمیم گرفتن اون رو زندانیش کنن توی زیرزمین و بعد از 5 سال فوت کرد. وقتی پیداش کردن به خاطر کمبود نور خورشید پوستش درد بود. رنگ بنفش، بچه‌ای که ناشنوا بود و متوجه حرفای پرستارا نمی‌شد. توی پرستار دیگه حوصله‌اش رو نداشتن و بعدش رفتن توی خونه و نمیذاشتن یوتیوبر یخ زد و فوت کرد. رنگ سبز، بچه‌ای که سیستم ایمنی بدنش خیلی ضعیف بود و خلاصه همچنین مریض بود. پرستارا دیگه بهش رسیدگی نمی‌کردن، پرستاری که حوصله‌شون نشد بهش رسیدگی نمی‌کردن تا بمیره و بعد از استفراغ میمیره. و در آخرین رنگ قرمز، بچه‌ای که جیغ بزد و زیاد شعر میخوند و پرستارا اون رو رفتن توی انبار زندانیش کردن و بعد از چند ساعت بیمارستان آتیش میگیره و یادشون میگیره اونا رو بیارن. ممنونم که گفتی. اینجا عجیب ترین اتفاقای دنیا رو بهت میگم. ممنونم که ویدیوی منو دیدی. خدافظ. این ویدیو رو بفرست واسه کسی که عاشق فیلم توپلو هاست.